نمیکنم آخی مرا میگه کی تو برات سبزی بیار سبزی بفروشه همین سبزی فروشی کاری من خیلی اون آدم تونسته کرده آخه ماشین گرفته خونش ساز کرده بزور خره مرا میزنه یه برات سبزی بیار سبزی بفروش کارتشکه بخر کارتشکه بفروش پیاز بخر پیاز بفروش آخه با همین مونده بود که من لاروق چی شم نمیکنم من چی در کاره میدم ای تو پلان ای السلام علیکم با ای تو میگاری آدم سلام نمیکی آخه همسایه توغری نمیگیره با چی توغری نمیگیره آخه خودت آدمی بایی من یه آدمی کمبغل آخه آخه با همین سلامتی چه میکنه کجاش توغری نمیگیره ای خیلی من وقت ندارم حوزی هم نود بیسته گلی پیشتر بیا خد اکه ما بایم تا کمبغل گفته برای همه سلام نمیتیم ده آخه تو بایی اما توغری نمیگیره که سلام بتون آخه سلام میتره علی گرفتن هم توغری نمیگیره عجیب کو اگر خیلی فرض کردیم که ما 30% بایگری ما در تو دادم او وقت ایتا که گذاشتی سلام میتی 30%؟ ها نه 30% ای به این صوفیه نه نخود 30% بایگری تو متی با متر سلام بتون سلام نمیتی نه وای به این صوفی بدای خیلی اگر همی ای بین دو تقسیم کنم 50/50 کنم نیش شده بودم نیش خودم میگیرم او وقتی که گذاشتی سلام میتی 50/50 ها نمیشه بده بتی ها نه اگه وای وقت حقوقی هر دیما برابر میشه نه تمر سلام بتی نه متر سلام میتون چون سلام دادیم ما حقوقمون برابر میشه کو او وقت هم نمیشه نه نمیشه نه خیلی گوش که فرض کردیم که من همین بایگانی ما همشه در تو دادم همین چیزی هسته همشه تو دادم تمامی بایگری تا با همون وقت گذشته ما ده سلام میتی نمیشه برای چی نمیشه واقعی آخی نگاه کن نگاه کن کدام آدمی بای کمبغل ده سلام دادن من نمیفهمم خیلی oğlan havzaya xti ها همین بانگ دکور میکنه havzaya بانگ دکور میکنم سازی خوبی خدا میشه یا چی رو باید بپرسم من خودم ای ما تینجی باشه میگم یا سوال دارم یک ماشی جوش خورده سم نمیوم مایلش خیلی انم سوال как раз برویخته مایلی اما سوال شما دونتون مایلش گوش کن الان گوش کن سرتاشخانه میرم روی زمین پری موی سر تخت باز رفتم در روی زمین اپلیکه ریختگی böyle boğ olmadan böyle bir barbarız ama bar rekteki. Ama banki şuma raftum. Daruy zemin aklan ya yasımı rekteki ne butku? Aha. Молодец. молодец دختر خوبی من بزنگی میشه بیا اتایسو بزن خونه خوردی اتاق؟ های بیرون همه خونه که بدهی که همونجا میشه اتاق زفر جان
آخه نرفتی یگون کار بیوی یگون تنگ کار کنی یگون چی خونه بیاری آخه کار کجا دای کار نیست که دمی خونش دگیم و بای خنکی را نمیگی اوتا هم کار کنه بشه دمی خنکی اینه خیلی یا لازم بیره برون خنکی دی شخصی دی اومدی راست میگی بچم خنکی را بگی خنکی را بگی اوتا فکری خنکی را که سلامتی هم در کنه این خیلی روزای خنک باید که آدم در همین خونه بشینه و یک قروتا بخوره کلم جان بابای بابی نمیخوازی یک قروتای با مزه کنی بروغنی زرد باشه ها یک قروتا بخوریم روزی قروتا خریشیده ای بابی داری خنکی کی میخواد فطیر میکنه و کی قروتا میکنه ای اوقاتی دیننگی من هسته که گرم میکنه میارو راست میگی خنکی وقتی کاره آخه زنی نه رسید قریب رسید یه بار منو رسید آفرین ماجا جان آفرین این مویتو بونمی کنی سورج جان چی نگاه داری؟ بابی افسانه بگو افسانه به پولای میشه افسانه میشه بچم با دقت گوش کن منو نگاه کن با دقت گوش کن بدای نبدای یا خونه بدای در اون خونه چند آدم زندگی میکردن با همون چند کس خیال میکردن که آدمان پاشانه با پای آدمات دراز میکردن با در همون خونه یا موسفید بدای و موسفید یا بچه داشته بچهش باشد به عقلی به سوادی به کار خوجه بدای ای دستش یکم کار نمی اومده به فراست بدای او بچه با همون بچه به فراستی به عقل با زن داشته انا زنش باشه با ای خودش همین به عقلی به سوادی به فراستی همین نمیشه دیگه بدای نه حرمت احترام میدونستیان نه سواد داشتیان همون موسفیدی به زن در خونه موسفیدی توقع عقلشون نمیگرفته که فقط همین موسفیدی به زن بیا یکون عروس بکنیم بتیمشه قطعی همون مشغول شوا این همین دم عقلشون نمیگرفته انا که فهمیدی سورج جان رنگ خانی خدمام بگو